یکم ایون در ایران 2 مرد در رابطه با اعتراضهای آخر سال گذشته اعدام شدند. مهرداد محمد نیا و اشکان ملکی در حمله به مسجد و تشکیل آشوب گناهکار دانسته شدند. از زمان آغاز عملیات نظامی امریکا و اسرائیل ضد ایران در جمهوری اسلامی کمش 40 نفر اعدام شدند. این عمل باعث انتقاد گروه‌های حامی حقوق از تعقیب روزافزون در ایران گردید. جمهوری اسلامی اعتراضهای مردمی را که در جواب به بدشوی با سرعت وضع اقتصادی و تعقیب حکومت آغاز یافته بودند، بیرحمانه پخش کرد. هزارها نفر کشته و به حبس گرفته شدند. اخیراً نفری که در ماه دکمبر سال 2025 از اعتراضها نوار برداشته بود، به 10 سال زندان محکوم شد. در یک نواری که مسعود پیهو در شبکه‌های اجتماعی پهن نمود، اعتراف میکند که نوار را خودش برداشته است، ولی مسئولیت پخش آن بر دوش او نیست. من فردا خودم معرفی میکنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. فقط یه نکته که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابون جمهوری نشدم، ولی توی بازنشر و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم و هرگز هم قصدی رو نداشتم که اون فیلم پخش بشه. به امید روزای خوب. شارح معین خزائلی سبب دست زدن حکومت ایران به چنین اعمال خشن را شرح داد. اون چه که ما الان شاهد هستیم از اعدام هایی که از آغاز جنگ اخیر تا امروز در ایران اتفاق افتاده، اعمال سیاست استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب هست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در کنار نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران دارن یک سیاست سرکوب شدیدی رو اعمال میکنن که نقش قوه قضاییه اعمال اعدام هست برای اینکه بتونه ایجاد رعب و وحشت بکنه در جامعه، برای اینکه کنترل بکنه جامعه رو از طریق ترس. گروه‌های حامی حقوق تاکید میکنند که در دوره آتش‌بس با امریکا و اسرائیل، ایران به تعقیب بی‌سابقه سیاسی و امنیتی روی آورده است.